ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 27 آگوست سال 2024 درباره آغاز تفتیش قضیه زن و زنی یک ساکن محلی با یک شهروند خطایی خبر داد. این مناقشه ساعت 3 شب در نزد یک کلوب شبانه در مرکز پایتخت تاجیکستان رخ داده است. گفته می شود که لی کایکیانگ، شهروند 36 ساله جمهوری مردمی چین یا خطای، به شعبه میلیته نویه اسماعیل سامونی در این خصوص مراجعت کرده است که او را هنگام در کوچه بخارا قرار داشتنش لطوکوب کردند. اما مرکز مطبوعات میلیته دوشنبه گفت سنجش حالت کار نشان داد که در این قضیه میمون جمهوری نیز چندان بیگانه بوده است. در نتیجه سنجش معین کرده شد که صحنه 22 آگوست سال 2024 ساعت 03:00 دقیقه حیدروف ابراهیم، سال تولدش 1991، ساکن شهر دوشنبه در کوچه بخارا در نزد مرکز دلخوشی منخیتن ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده با مراجعت کننده مناقشه کردند. هر دو دغلانه ترتیبات جمعیتی را ویران نموده آرامی شهروندان را خللدار ساختند. با نظر داشت که در کردارهای هر دو علامت‌های ترتیب جنایت دیده می شود، مواد ضروری ترتیب داده شده مورد تفتیش پیشکی قرار دارد. گفته می شود در اطلاعیه میلیته پایتخت تاجیکستان اگر اعمال هر دو اشتراکچی زن و زنی همچون میل اوباشی ارزیابی شود، به آنها طبق ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری جمهوری تاجیکستان همچون جزا جریمه و یا حبس مأموری به مدت از 1 تا 15 شبانه روز تهدید می‌کند. مقامات تاجیکستان هر سال به بیش از 5000 شهروند خارجی برای فعالیت کاری در حدود این جمهوری کواتا جدا می‌کنند. اکثر این کواتاها به شهروندان خطای داده می‌شوند که در طرح‌های گوناگون سرمایه‌گذاری‌های آن کشور در دوشنبه و دیگر گوشه‌های تاجیکستان کار می‌کنند. خطای در سال‌های آخر به یک سرمایه‌گذار رقم 1 حکومت تاجیکستان تبدیل یافته است.